به نام اون خدایی که کریمه و نجوم مهربونتر من ندیم. سلام است که می خدمت دوستان عزیز و هنرمندان گرامی و اونانی که اهل فضل و ادب هنر است. امروز با می در خدمت شاعر به نام مازنی استاد شعبان نادری سبودکویی، یکی از مردان نیک روزگار، شاعری که اشعارش استاد حضرت عشق ابوالحسن خوشو از اشعار ایشون استفاده کرده، استاد محمود شریفی بزرگوار که شد استاد بنده بیا و ما انجام نکرده و چند شعر دو که در کار بعدی که میخوام تقدیم شما کنم چند بیت از استاد عزیز شعر باشیم که تقدیم شما کنم. امروز با می افتخار داشتیم در خدمت استاد عزیز رویم و خواهم چند بیت از شعر گرانبهای خودش رو تقدیم به نگاه گرم شما. استاد بفرمایید. به نام خدا، من عرض سلام دارم به خدمت همه عزیزانی که بعداً این ویدیو رو تماشا کنن. برای من افتخار است که با تک تک هنرمندان مازندران کار کنم. این افتخار بزرگی برای من هست. برای آقای خلیل نژاد، خواننده خوب، آرزوی موفقیت دارم به انشالله صداش جاودانه بشه و همیشه بمونه. حتی چند تا رباعی خوندم به خدمت، بعد ادامه برنامه به خدمت آقای خلیل دارم. چپ و نوین به خان بیکوه بگرده، چپ و نوین به خان بیکوه بگرده، تارم موین به خان چکو بگرده، گندم موین به خان سیو بگرده، دعوا سر او خان شروع بگرده، دعوا سر او خان شروع بگرده. نقره خاردار شاید طلا نبینی، ممرز خاردار شاید افرا نبینی، چغار خاردار شاید غوا نبینی، امروز خشتاب شاید فردا نبینی، امروز خشتاب شاید فردا نبینی. دونه بختیان مسخال مسخال گردنه، خنه بساتن لس لس محال گردنه، مردم سفره بیدال و زال گردنه، بیچاره فقیر بشتی جلال گردنه، بیچاره فقیر بشتی جلال. دماوندمی تپه لار گردم بی، دماوندمی تپه لار گردم بی، جواهری می گرد و غبار گردم بی، کنار چومی تلی جار گردم بی، زمین بروشیم سرایدار گردم بی، زمین بروشیم سرایدار گردم بی. اتای دونه بخرین ای مسخال مسخال بهی ای خنه بساتن لس لس محال بهی ای جانم جان داد بیدون گته مردم سفرن جان ای بیدال و زال بهی ای بیچاره فقیر وشتی جلال بهی ای داد 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 بیداد. خیلی صدات قشنگه، برای آرزو موفقیت دارم به انشالله در عرصه هنر بدرخشید. اصلا نکنه همین انده که هم بود ما افتخار بنده که در خدمت شما دارم. یک سعادتی. خواهش کنم. روز باشید. بدرود.